خمینی این بار با کراوات تو نیویورک حلول کرده. زهران ممدانی یه مسلمونه که پیش از انتخابات شهرداری نیویورک، یعنی ثروتمندترین شهر جهان و قلب اقتصاد آزاد، وعده‌هاش اینا بود: اتوبوس‌های رایگان، ساخت مسکن کارگری با اجاره‌های ثابت، کالاهای ارزان، عدالت اجتماعی برای همه. دقیقاً فرمولی که خمینی در 57 به کار برد. اتوبوس رایگان، مسکن برای مستضعفین، آب و برق مجانی. نتیجه ممدانی با همین شعارهای چپ پوپولیستی در ثروتمندترین و لیبرالترین اقتصاد جهان رأی آورد و شهردار ثروتمندترین شهر جهان شد. اینجا دیگه بحث تشابه تاریخی نیست، ریشه یکیه: چپ نجات بخش، همون تفکری که از احساس عدالت ابزاری برای کنترل میسازه. حالا یاد اونها بیفت که هنوز میگن ایران 57 به خاطر فقر به وعده های خمینی دل بست. نه، جامعه ایران فقیر نبود، فریب خورده بود و نیویورک 2025 ثابت کرد فریب خوردگی ربطی به جیب نداره، به آگاهی داره. چون قشر ضعیف فقط وعده رو میبینه، نه اثراتش رو. حتی اگر اون وعده ها اجرا بشن که معمولا نمیشن، باز نتیجهش فقر بیشتره. چون فقر با عدالت دستوری درمان نمیشه، با آزادی اقتصادی درمان میشه. هر وعده رایگان در واقع قبض تازه‌ایه که از جیب همون مردم وصول میشه. در نهایت چی میخوام بگم؟ این که دیگه خودتون رو برای فریب 57 سرزنش نکنید. اون فریب محدود به ما نبوده، هنوز وجود داره، حتی در قلب ثروتمندترین شهر جهان. فقط ما دیگه باید تفاوت وعده ها و ریشه های اونها رو بشناسیم و بدونیم که آزادی رو قربانی نان نکنیم، که آزادی با خودش همه اونها رو داره، اما وعده نان همه چیز رو ازت میگیره، همون نان هم بهت نمیده.